درود بر شما. 13 اسفند ماه 1395 خورشیدی و 3 مارس 2017 میلادی. در امشب صفحه آخر میپردازیم به مهمترین مراکز به اصطلاح جنگ نرم جمهوری اسلامی با جهان. پرده آخر برنامه خواهیم داشت. موظفم به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا عرض کنم که نظر مهمان محترم برنامه الزاما نظر صدای آمریکا نیست. یک نکته اصلاحی هم خدمتتون بگم مربوط هست به برنامه گذشته صفحه آخر. جنگیری و رمالی حکومت، نمونه عباس قفاری که امیدوارم دیده باشین. مهمان محترم اون برنامه آقای غلامرضا محمدی بودن، وصی عباس قفاری که به عنوان پدر همسر عباس قفاری معرفی شدن. ایشون یادآوری کردن که دخترشون حدود 2 سال و نیمه که از عباس قفاری جدا شده، طلاق گرفته و بنابراین آقای غلامرضا محمدی پدر همسر سابق عباس قفاری به حساب میاد. و اما از این هفته یک بخش اضافه میکنیم به شروع صفحه آخر به اسم تقدیمی، به این صورت که ما بسته ارسالی رو میگیریم، تحویل گیرندش میدیم. تقدیمی این هفته مال خوزستانی هاست. حالا البته هر هفته ممکنه تقدیمی برامون نفرستین، ولی هر وقت داشته باشیم تو انبار نگه نمیداریم، پخش میکنیم. تقدیمی امشب: آقا مسئولین تا کی میخوان جواب ما رو بدن؟ این 10 سال ما این مشکل داریم. این کشور از سال 1350 دچار آلودگی هوا بوده و اینکه چند روزی آلودگی رو داشته باشیم طبیعی است. ببینین چطوری شما برف رو به عنوان یک پدیده طبیعی میپذیرین، کولاک رو میپذیرین، مرگ و میر درون کولاک رو میپذیرین، ولی مرگ و میر آلودگی هوا که پدیده طبیعی است. ببینین اینورژن یک پدیده طبیعی است، هیچ کس نمیتونه برای اینورژن راه حل بده. شب عیده، چیکار کنم واسه بچه‌ها؟ چیکار میتونم بکنم برای خونه؟ این پرسش لعنتی اولین چیزیه که به ذهن میلیون ها پدر و مادر میرسه وقتی عید نزدیک میشه. مردم ندارن، بیشتر نگران میشن وقتی عید نزدیک میشه. چند میلیون نفر اینجوری هن؟ 11 میلیون نفر از نیروی کار زیر خط فقرن. با احتساب هر خانوار 5 نفر، 55 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران زیر خط فقرن. اینا آمار دولتی است. درآمدهای دولتی کجا میره؟ کمک 2 میلیارد دلاری به کومور 700,000 نفری، کمک 7 میلیون دلاری به جزیره 17,000 نفری سن وینسنت، کمک 100 میلیون دلاری برای تکمیل یه جاده تو جنوب لبنان، وام بدون بهره 2 میلیارد دلاری به سریلانکا، وام 1 میلیارد دلاری با بازپرداخت 40 ساله به عراق. اینا فارغ از هزینه جنگ ها و عملیات نظامی، اینا پولای خوردیه که جمهوری اسلامی خرج صدور انقلابش میکنه. و چه فایده ای داره این کار برای مردم جز جنگ و بدبختی و فقر؟ بذارین یه مقدار خبرها رو نگاه بکنیم ببینید چه فایده ای داره این چیزا. رئیس جمهوری ترکیه گفت که آنکارا قصد افزایش تنش با ایران را ندارد، ولی ایران باید در حساب و کتاب‌های خود تجدید نظر کند. همچنین وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در عراق و سوریه متهم کرده بود. در واکنش به سخنان تند و تیز اخیر آنکارا، ظریف وزیر خارجه کشورمان اظهار داشت دوستان در دولت ترکیه کم حافظه اند، به یاد نمی آورند برای حکومت آنها شب کودتا تا صبح نخوابیدیم. حالا باز از طرف ترکیه.
ابراهیم کالین سخنگوی دولت ترکیه امروز گفت نمی‌خواهیم شاهد افزایش تنش‌ها با ایران باشیم، اما ترکیه نمی‌تواند از ماجراجویی‌های ایران برای گسترش نفوذش در خارج مرزها چشم پوشی کند. اینا خبرای یه هفته پیش تا حالاست. چرا ترکیه‌ای که کلی سود اقتصادی برده از ایران و همین امروز جزو 5 کشور اول طرف تجاری جمهوری اسلامی ایرانه حالا داره تهدید میکنه؟ جدا از قراردادهای اقتصادی دو جانبه، پولی که از قاچاق نفت و طلا و ارز جمهوری اسلامی وارد ترکیه میکنه اصلا قابل محاسبه نیست. فقط یه قلمش که بارها گفتیم بیش از 18 میلیارد دلار طلا و ارزی بود که دولت احمدی نژاد با حمایت قاطع رهبر معظم به باد فنا داد. اردوغان صریح آمد تو کنفرانس حزبیش گفت که درست وسط بحران اقتصادی ترکیه 18.5 milyar dolar طلا و ارز رسید. İran'da saygın olan bir insandır. İsmail Safaryan Nasap isimli bir şahıstır. 2008'de krize rağmen yine ne kadar yatırım biliyor musunuz? 18,5 milyar dolar. یه فقره دیگه از سودی که ترکیه از مناسبات بی دردسر با ایران میبره، لااقل میبرده تا حالا، درآمد توریستیه. سالانه 6-7 میلیون ایرانی میرن ترکیه میگردن. در 2 ماه نخست سال جاری میلادی در مجموع نزدیک به 2,500,000 گردشگر خارجی وارد ترکیه شدند که سهم گردشگران ایرانی بیش از 63% بود. درآمد گردشگری ترکیه سالانه حدود 34 میلیارد دلار است. یعنی چی؟ یعنی بیش از نیمی از این درآمد ترکیه از ایرانیایی میگیره که میرن ترکیه برای گردش. چی میشه که ترکیه چشمانداز این درآمد آسان و اون به چنگ آوردن آسان ارز و طلای قاچاقچیای حکومتی ایرانو که یه فقرش 18.5 میلیارد دلار بوده، اینا رو ببوسه بذاره کنار؟ چرا؟ چه میکنه جمهوری اسلامی که بیشتر کشورها به ایران به چشم یه تهدید نگاه میکنن؟ خود جمهوری اسلامی همیشه به صراحت گفته که همه دشمنن. هدف جمهوری اسلامی همیشه به صراحت اعلام شده توسعه حکومت ولایت فقیه و نابودی دیگران، یعنی به زعم آقایون کفار. همه کافرن جز ما. میختویله مولا نصرالدین اینجاست که ما واسطیم. هرچی ما میگیم حقه، بقیه همه ناحقن. این خط صریح جمهوری اسلامی از فردای انقلاب 57. و ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم. جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصور باشد در یک کشور و نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی. کشوری که میخواهد عدل الهی را در جهان بپا کند و در همه جا حکومت اسلامی باشد. روشنه دیگه. خلف خمینی این درس استادش امروز پس میده. خامنه ای در دیدار با آخوندهای خارجی تربیت شده در جمهوری اسلامی. اولین درسی که انقلاب اسلامی و نظام مبارک جمهوری اسلامی به ما داد این بود که ما نگاهمون را از حصار و 4 دیواری ملت ایران منعطف کنیم به عرصه وسیع امت اسلامی. مشق شب این اولین درس انقلاب 57 به زعم آقای خامنه ای از همون فردای انقلاب با تحریک عراق به حمله نظامی به ایران شروع میشه. دولت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند. همینطوری که اونها
رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت. شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. امروز هم همینا رو میگه جمهوری اسلامی میگوید عراقی ها، سوریا، لبنانی ها، اینا رو ما داریم کمک میکنیم که حکومت خودشونو بیارن سر کار. همین کاری که با 8 سال جنگ برای عراق کردن. کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه به نبردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشد. این صحبت مال سال 63. رفع فتنه در عالم با هر امکانی که جمهوری اسلامی داره. تخریب نظامی البته که تنها ابزار نیست، تخریب فرهنگی هم هست به اسم معارف اسلامی. خدا زیاد کنه پول که داریم، از 100 تا کشور آدم میاریم، پرورش میدیم، بهشون معارف اسلامی خودمون رو یاد میدیم واسه فرستادن به قلب دشمن. شما از نزدیک به 100 کشور در اینجا جمع شده اید تا با معارف اسلام ناب نجات بخش آشنا بشید. شما امروز این فرصت بزرگ را در جمهوری اسلامی، در جامعه مبارک المصطفی این فرصت رو دارید که با این معارف آشنا بشید. این معارف چیه؟ این معارف اسلام ناب نجات بخش چیه؟ سعید جلیلی از آدمای نزدیک به رهبر معظم میگوید جمهوری اسلامی دلیلی ندارد مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند. این گفتمان اسلام ناب است. چیکار میکنه این گفتمان اسلام ناب؟ تو بحرین معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در راستای رسالت و اهداف خود برای رساندن صدای مسلمانان و حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان اقدام به راه اندازی رادیو نداء البحرین کرد. انگوش میکنی تو سوراخ دیگه. تو لبنان چی کار میکنه؟ بازسازی مدارس، بازسازی مساجد و مراکز عبادی، بازسازی مراکز درمانی و صحی، بازسازی طرقات به شکل عام، طرقات رئیسی و طرقات فرعی، بازسازی جسور و جسور رئیسی و جسور فرعی. وقتی که ما در کمتر از 2 هفته 73 روستا رو فقط مشکل برقشون حل کردیم. خب تو ایران چی کار میکنه این اسلام ناب؟ خیلی چیزا رو میشه گفت به عنوان مثال. بذاریم برگردیم به ایران. تو ایران چه میکنه این اسلام ناب؟ نزدیک 30 سال بعد از جنگ تو خوزستان ببینید چه خبر. اونجا مردمی وجود دارن که یک دست لباس دارن برای فرستادن 2 تا دخترشون به مدرسه. دختر دومی صبر میکنه تا دختر اولی از مدرسه بیاد، لباس خواهرش رو بپوشه، کفش خواهرش رو بپوشه، کیف خواهرش رو بردار و بره مدرسه. این مصیبت رو باید کی پاسخ بده؟ که در شلمچه و حوالی شلمچه که بیش از 5 عملیات بزرگ و غرورآفرین اتفاق افتاده، پدر پول نداره به دخترش بده که 50 تومن با مینیبوس بره خودشو به دبیرستان برسونه و 50 تومن بده برگرده، به خاطر اینکه 100 تا تک تومنی نداره دختره و دختر جوان از تحصیل باز میمونه. ببینین اینا
نمونه های نادری نیست که ما انتخاب کردیم ها الان دیدین. آنچه به مردم ایران روا نباید داشت باید به مردم کشورهای دیگر که ما فکر میکنیم ابزار بالقوه تروریسم بین المللی و جنگ علیه دشمن کافر هستند و علیه استکبار جهانی هستند ما روا باید بداریم. ببینین این اسلام ناب همینی که من الان دارم میگم. ببینین تو عراق چه میکنه. ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات از سال 84 در 1 میلیون متر مربع فضا معادل 20,000 میلیارد تومان کار عمرانی کرده است. هیئت امنای ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات تشکیل شده است از نماینده مقام معظم رهبری، معاون رئیس جمهوری و فرمانده سپاه. در اثر اجرای فعالیت‌های عمرانی در عراق، آب بهداشتی در 4 شهر کربلا، نجف، کاظمین و سامرا تأمین شده است. حالا ببینید تو ایران چه خبر. در حالی که 1/3 آبهای سطحی کشور در خوزستان جاری است، اما نکته قابل تأمل، هنوز 250 روستای بالای 20 خانوار این استان فاقد آب آشامیدنی سالم هستند. شما هر روز از این آب مصرف میکنید؟ بله. 52 روستای بخش شاوور هم با جمعیتی حدود 20,000 نفر در حالی که نزدیک رودخانه‌های دز و شاوور قرار گرفته‌اند وضعیت حادی از نظر آب شرب دارند و ساکنان این مناطق هنوز آب شرب غیر بهداشتی مصرف می‌کنند. آب کثیف، هممون مریض شدیم، هممون مریضیم. زمستان و تابستان از همین آب میخوریم. کلی بچه همون مریض شدن. نوزادی که بدون میاد از این آب میخوره. بخشدار شاوور میگوید این بخش 118 روستا دارد که نیمی از آنها آب شرب سالم ندارند. اونچه که ما رو خیلی متاثر کرد این بود که ساکنان این روستا حتی مجبور بودند از برکه‌ای که احشام درون اون قرار داشتند آب آشامیدنی خودشون رو تأمین کنند. ساکنان این مناطق چاره‌ای جز استفاده از این آب ندارند و این مسئله به بروز برخی بیماری‌ها در آنها دامن زده است. آدم این درد رو به کلش رو به کجا بکوبه؟ چرا؟ چون پولی که باید خرج این مردم بشه میره اسلام ناب صادر میکنه. 250 میلیارد تومان فقط دولت روحانی فقط در 1 سال میده به بازسازی عتبات عالیات. از کجا اون وقت میاره این پولو؟ به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود نسبت به فروش و یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تا سقف 2500 میلیارد ریال برای کمک به بازسازی عتبات عالیات اقدام نماید. شرکت‌های دولتی رو حراج کنین، پولشو ببرین در و پنجره طلا بسازین برای فلان ذریح تو کاظمین عراق. شرکت‌های دولتی مگه مال باباته که میگی برین بفروشین پولشو بدین به بازسازی عتبات عالیات یا هر کار دیگه؟ شرکت دولتی مال مردمه. آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، رابطه تعیین شده رهبر با اصلاح طلبا، چجوری از این همه جنایت و دزدی از سفره مردم بدبخت شب خوابتون میبره؟ این خرجا و ستادا و مراکز وابسته که یکی دوتا نیست. یه سری اگه به فهرست بودجه دولت بزنین و بنیادها بزنین، همه اینایی که زیر عبای رهبر هستن هیچ کدومشون حساب کتاب به هیچ کس پس نمیدن. بذارین از مراکز اصلی سازمان دهنده صدور اسلام ناب به جهان شروع بکنیم. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، نویسنده و پژوهشگر مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. بذارید من فوری پرسش اولو مطرح بکنم از حضورتون. چه مراکزی در داخل ایران هستند که مأمور شدن برای تبلیغات ایدئولوژیک در خارج و تغذیه مالی و فکری افراد مورد نظر جمهوری اسلامی در کشورهای مورد نظر؟ سلام دارم خدمتتون آقای فلاحتی عزیز، خسته نباشید برای برنامه‌های خوبتون و این مقدمه فوق‌العاده‌ای که گفتید و سلام دارم به همه هموطنان عزیز در پایان سال اخیر و امیدوارم سال جدید واقعا سال خوبی باشه برای مردم ایران. عرض کنم که ببینید همین صدور انقلاب که فرمودید خب توی 2 پایه است. یکی همون صدور انقلاب به شیوه نظامی و سخته که مسئول سپاه قدس که دهها گروه میلیشیا و مسلح و شبکه‌های تروریستی در سراسر جهان
از حزب الله لبنان بگیرید تا فاطمیون افغانی و زینبیون پاکستانی و انصارالله در یمن و دهها گروه شیعه در عراق. این بخش سخته، به اصطلاح سخت افزاریه به اصطلاح. اون بخش دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته و صدور انقلاب به شیوه نرمه، مثلا که یک شبکه وسیع جهانی از مدارس و حوزه‌های علمیه و کنفرانس‌ها و تبلیغات در داخل ایران، نهادها و سازمان‌های مختلفی درگیر این کارن، ولی دو مرکز اساسی، یعنی دو سازمان اصلی این کار رو پیگیری میکنن. من خیلی خلاصه میگم چون دهها گروه، مثلا من الان صدا و سیما رو نمیگم، بخش برون مرزیش، اتحادیه بین المللی رادیو تلویزیون های اسلامی، اینا کلی خودش شبکه است به اندازه هالیوود. اینا رو کاری نداریم. دو سازمان اصلی، دو نهاد اصلی در داخل ایران هستن برای فعالیت‌های نرم و صدور انقلاب به شیوه نرم کار میکنن. یکیش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که در داخل وزارت ارشاد در سال 1974 به دستور خامنه‌ای تأسیس شده که سعی میکنه فعالیت‌های تبلیغی خارج رو هماهنگ بکنه. نزدیک 12 سازمان زیر این مجموعه کار میکنن که مهمترینش یکی مجمع جهانی اهل بیت، مسئول کارهای شیعیان در جهان، مجمع تقریب مذاهب اسلامی که مربوط به جامعه سنیه، گفتگوی ادیان برای مسیحی‌ها و دیگران، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، همه اینها هست. بخش فرهنگی وزارت خارجه و فعالیت‌های برون مرزی وزارت ارشاد. این در تهران قرار داره، در وزارت ارشاد. فعالیتش هم عمدتاً از طریق رایزنی‌های فرهنگیه. فکر کنم در 86 کشور اشتباه اگه نکنم رایزنی‌های فرهنگی تحت نظارت سازمان فرهنگ و ارتباطات کار میکنه. کلی هم فعالیت میکنن. خیلی از این کنفرانس‌هایی که در تهران، همایش‌هایی که میشه و جمع میکنن آدمای خوشی میرن و همین سازمان فرهنگ میکنه. یعنی قاعدتاً، یعنی ببخشید، یعنی قاعدتاً اینا وقتی زیر نظر رسما زیر نظر وزارت خارجه، یعنی قاعدتاً در هر سفارتخونه یا در هر کنسولگری شاید یک دفتر باید داشته باشه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیگه قاعدتاً. ببینید مرکز خودش در وزارت ارشاده، ولی وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باش همکاری میکنن. در برخی از کشورها که توضیح خواهم داد سپاه قدس نظارت میکنه، ولی چون در داخل سفارتخونه ها هستن باید وزارت خارجه در حقیقت بخش فعالیت‌های فرهنگی وزارت خارجه تحت نظارت سازمان فرهنگ و ارتباطات، یعنی اینا بالای وزارت خارجه قرار دارن. این اگه سوالتون بله بفرمایید، خواهش میکنم. بله، حالا برمیگردیم اون دومی که خیلی مهمتره. جامعه المصطفی یا دانشگاه بین‌المللی المصطفی است که در سال 2007 تأسیس شده. قبل از اون دو تا نهاد دیگه بودن، مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان اداره حوزه‌ها و مدارس علمی خارج کشور. این دو تا در سال 2007 خامنه‌ای تلفیق کرد، جامعه المصطفی یا دانشگاه بین‌المللی المصطفی رو درست کرد که یک غول بین‌المللیه. مرکز اصلیش یا دانشکده اصلیش در قم که چند تا خود تو قم دانشکده، در مشهد، در گرگان، در اصفهان، در تبریز. این در داخل ایران. در بیش از نزدیک به من اونی که خود من نگاه کردم و بررسی کردم نزدیک 60 کشور رو اینا حضور دارن، بیش از 200 شعبه دارن اینا. اگه آمار 10 ساله جامعه المصطفی رو نگاه کنیم، توی این 10 سال بیش از 40,000 تا فارغ التحصیل دادن. هم مدارس دارن، هم حوزه علمی دارن، یعنی هم مبلغ اسلامی درست میکنن، هم آخوند درست میکنن، هم به اصطلاح محقق اسلامی درست میکنن. تا کنون توی 10 سال گذشته نزدیک 40,000 تا اینها فارغ التحصیل داشتن که اکثر اینها دوباره از طرف خود حکومت برای فعالیت تو کشورهای مختلف به کار گرفته میشن. در حال حاضر نزدیک 30 و چند هزار تا دانشجو داره. فکر کنم 9,000 یا 38,000 همین الان طبق آمار خودشون طلبه و دانشجو دارن که حدوداً نصفشون در خارجن، یعنی در مرکز خارجی هن، نصفشون در مرکز داخلی. نزدیک 10,000 تاشون طلبه های زنن، دخترن. اینایی که در ایرانن تسهیلات کامل براشون فراهم میشه، یعنی به خانواده هاشون کلاً تمام به اصطلاح وسایل رفاهی از قبیل مسکن، بهداشت، کار، پول همه داده میشه. در خارج هم همینطوره، هیچ پولی نیست. و این یک شبکه بسیار وسیع، یعنی
هرچی بخش مجازی داره و اینها و در تمام کشورها هستن. این دو تا نهاد، جامعه المصطفی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این دو تا نهاد اصلی هستن که در خارج کار میکنن. میشه ساعت‌ها راجع بهش صحبت کرد و هر دوی این نهادها زیر نظر مستقیم رهبر هستن. اصلا تو اساسنامه‌شون خامنه‌ای، بودجهشون، همه فعالیتشون زیر نظر ولی فقیه و رهبره. خب بذاریم قبل از اینکه به بودجه و درآمد و هزینه و این چیزاش برسیم، اول بگین که اینا ببینید خامنه‌ای وقتی سخنرانی می‌کرد گفت از 100 تا کشور الان اینجا جمعین. شما هم اشاره کردیم به تعداد کشورهایی که در اونجا شعبه دارن و اینا دارن فعالیت میکنن. چه کشورهایی به هر حال اولویت بندی میکنه جمهوری اسلامی دیگه؟ چه کشورهایی برای جمهوری اسلامی در اولویتن برای این کارو؟ عرض کنم که بستگی داره. ببینید منطقه با منطقه فرق میکنه. مهمترینش بدون تردید خاورمیانه است. اینا در خود لبنان مهمترینشون در لبنان، سوریه و فعالیت‌های فرهنگی یا مذهبی که در عراق میکنن. این سه کشور چرا مهمه؟ اولا وقتی شما یه مبلغ عربی تربیت میکنید توی همه جای دنیا برای مهاجرین عرب در آرژانتین و برزیل یا در آمریکا و کانادا هم استفاده بکنید. هم کار که حزب الله لبنان میکنه. الان گروه حزب الله چون عربه میتونه تمام سازمان‌های میلیشیای عرب وابسته به جمهوری اسلامی در همه جا کمک نظامی بکنه، تمرین بده، حضور داشته باشه، کمکشون میکنه. به همین ترتیب مبلغ در این کشور، این سه کشوری که عرض کردم بسیار مهمه. دومش این که اینها به اصطلاح پشت جبهه، یعنی نیروهای ایدئولوژیک تربیت میکنن در لبنان و سوریه و عراق برای گروه‌های میلیشیایی که همین الان هستن، یعنی پشت جبهه اینا. در لبنان من فکر کنم توی 10 سال گذشته آماری که من داشتم من که 2000 تا فارغ التحصیل داشته حوزه‌های علمیه و تمام فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی در لبنان داشته. در دمشق اینا یه مرکز مهمی داشتن به نام مرکز امام خمینی که چند سال پیش به علت جنگ بسته شد ولی دوباره راه افتاده. نزدیک بیش از 2000 تا دانشجو درش بودن، یعنی طلبه درش بودن. برایشون خیلی مهمه. در عراق هم که شما اشاره فرمودید، ستاد بازسازی عتبات و سپاه قدس مسئول اصلی بسیاری از کاران، نقش درجه اول داره. عراق به خاطر حوزه علمی نجف سعی میکنن که به اصطلاح ایدئولوژی به اصطلاح حوزه علمی قم رو، آخوندهای وابسته به حوزه علمی قم رو اینها در اونجا تثبیت بکنن، مخارج بسیار زیادی کنن. این مال خاورمیانه. در اروپا لندن مهمترینشونه، کالج اسلامی لندن سعی میکنن مهاجرین خاورمیانه‌ای و مسلمان رو جذب بکنن، در کارهای مختلف لابی از اینا استفاده میکنن، تاثیرگذاری برای افکار عمومی و فعالیت‌های دیگه. در آفریقا فکر کنم 18 کشور هست فعالیت مستقیم داره جامعه المصطفی. مهمترینشون براشون نیجریه بوده به علت تعداد زیاد شیعیان. سرکوب شدن اینها 2.5 سال پیش ولی هنوز حضور جدی دارن. و بعد قناس که بسیار دانشگاه اسلامی قنا رو دارن، خیلی اونجا فعالیت میکنن. در آمریکای لاتین، در آرژانتین و برزیل هستن، پشت جبهه به اصطلاح حزب الله لبنانن که اونجا شبکه داره، نیرو فراهم میکنن، فعالیتاشون هم با مواد مخدر هم فعالیت تروریستی. این رو تمام نهادهای اروپایی و آمریکایی این رو به اصطلاح معرفی کردن و گفتن. آسیا در اندونزی، هند، مالزی اینا حضور دارن. مهمترینشون براشون افغانستانه. در افغانستان در خود کابل یه حوزه علمی بسیار قوی دارن، ولی در مناطقی که قوم هزاره زندگی میکنن که بیشتر در مناطق مرکزی افغانه و در ولایت هرات که هم مرز با مشهد و با ایرانه، با خراسان و ایرانه، فعالیت بسیار گسترده دارن. طبق آماری که من دارم در حال حاضر تعداد طلبه‌های داخل حوزه‌های علمیه خود افغانستان و قم و مشهد بیش از 5000 نفره، یعنی بیشترین تعداد رو داره. مثلا آفریقا هم، کل آفریقا تعداد طلبه‌های آفریقا حدود 5000 تاست. کل طلبه‌های افغانستان که 5000 تاست برابر با تمام طلبه‌های آفریقا است. یعنی این یه خلاصه‌ای بود از فعالیتایی که میکنن که میشه عرض کردم میشه. ببینید آیا میشود گفت که این ببینید وقتی که به مراکز تبلیغاتی و به اصطلاح معارف اسلامی به لسان رهبر معظم معارف اسلامی در خارج از کشور که جمهوری اسلامی تلاش میکنه گسترش بده، وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه چند حوزه است، لااقل در نمایی که ما میبینیم
یکی اینه که مثلا تو همین مراکز میرن نمایشگاه نمیدونم دیوان حافظ میذارن، سعدی میذارن، نمیدونم حتی فردوسی مثلا درباره شاهنامه میرن صحبت میکنن. بعد نمیدونم ترجمه مثلا کتاب کریم خان زند رو من دیدم ترجمه شد تو یکی از این جاها، به اونا نمایشگاه گذاشته بودن یکی از این کشورها. اینا خب مثلا کریم خان زند و شاهنامه چه ربطی به اسلام ناب محمدی دارن؟ مثلا اینا رو استفاده یا حافظ اینا رو ببینین استفاده میکنن برای، میتونین شما بگین سوء استفاده میکنن برای مثلا پیشبرد اهدافشون. ولی به هر حال آنچه که ما داریم میبینیم تبلیغ و نمایش به هر حال بخش‌هایی از فرهنگ مثبت ایرانی است. این یه بخش از کارشونه. یه بخش دیگه کلاس ها و حالا یا به اسم مدرسه آموزشی زبان فارسی یا اینکه اصلا حوزه علمی طلبه خب مذهبی هستن و مذهبشون رو ترویج میکنن دیگه، این دستور یکی از ارکان دینشونه. خیلی خوب، چرا ما باید اینو وصل بکنیم به تروریسم بین المللی؟ خلاصه مطلب و چگونه نمونه هایی داریم اصلا که اینا رو وصل کنیم به تروریسم بین المللی؟ خواهش میکنم. اولا که اینی که ما بررسی میکنیم فعالیت‌های جمهوری اسلامی از مدارس و حوزه علمیه و همه اینها، اولا مخالفت یا دشمنی با اسلام نیست. هر مسلمانی میتونه دین خودش داشته باشه. آن چیزی که جمهوری اسلامی داره ادامه میده استفاده از اینا برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی، تروریسم و بنیادگرایی اسلامیه. ربطی به اعتقاد من به اعتقادات مذهبی نداره. اون بخشی هم که شما اشاره فرمودید، بله نوروز رو جشن میگیرن، نمیدونم حافظ ممکنه یه جا بگن. مثلا من فعالیت‌های کل سازمان فرهنگ رو در آفریقا به طور ریز که درآورده بودم، کمتر 2 یا 3% فعالیتاشون مربوط میشه به این نوع فعالیت‌های فرهنگی. بخش عمدهش روی شیعه، تبلیغ شیعه هستش، ولایت یا شیعه هست، تبلیغ انقلاب اسلامی هست، و بخش سیاسیش دشمنی با اسرائیل، دشمنی با آمریکا، یعنی همون گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی. این برای جمهوری اسلامی زمینه فراهم میکنه که اون نوع طرز تفکری که داره در میان بسیار جامعه اسلامی در کشورهای مختلف رو به پیش ببره، بتونه پشت جبهه برای سیاست خارجیش و برای فعالیت‌های تروریستیش فعالیت فراهم بکنه. مثال بزنم چند تا. مثلا این گروهی که درست کرده در افغانی ها به نام فاطمیون، لشکر فاطمیون، که الان نزدیک به 18,000 نفر نیرو هستش. خب این لشکر فاطمیون فرماندهان مهمشون مثلا علیرضا توسلی که کشته شد، اینا طلبه های جامعه المصطفی بودن. کلی یارگیری میکنن از این طلبه های خارجی، یارگیری میکنن، میبینید میبرنشون راهیان نور و غیره و غیره، اینا رو یارگیری میکنن. یعنی از روز اولی که اینا وارد جامعه المصطفی میشن، حتی بچه های اینا در مشهد و در قم میبینید تظاهرات علیه عربستان، تظاهرات روز قدس برای یمن و غیره. و اون ایدئولوژی سیاسی به اصطلاح جمهوری اسلامی بزرگ میشن با این. بعد از میان اینها یارگیری میکنن. یا مثلا گروه زینبیون که پاکستانی هم فکر میکنم الان بیشتر از 2500 نفر نیرو دارن در سوریه دارن میجنگن. تمام گروه تشکیل دهنده اصلیشون که در مشهد تشکیل شد سال 2014 همشون طلبه های جامعه المصطفی بودن در مشهد، که بعداً اومدن از مهاجرینی که از مهاجرین پاکستانی که از دبی و این جهان بودن یارگیری کردن از داخل ایران، و حتی الان از داخل پاکستان هم دارن یارگیری میکنن. نمونه های بسیار زیادی هست از لبنان، سوریه، کسانی که میارن اینا رو، یعنی ببینن کی صلاحیت داره، بعد اینها رو میگیرن یارگیری میکنن. ولی مهمترینش اینه که شما وقتی 40,000 مبلغ در سراسر دنیا دارید، از اینا استفاده میکنید برای پیشبرد اهداف خودتون. خیلی اهداف سادهش میشه همون یه مثال اون آخونده هستش که به اصطلاح عباس دی پالما در روم یه دفتر مرکزی داره مال جامعه المصطفی، مثلا جلسه میذاره با گروه چپ ایتالیایی برای دفاع از بشار اسد و دخالت‌های جمهوری اسلامی. این میشه کار خاله سیاسی. میتونه تظاهرات روز قدس بذاره در لندن با کمک به اصطلاح گروه‌های چپ در خدمت اهداف جمهوری اسلامی. به همین ترتیب در آمریکا، به همین ترتیب در آمریکای لاتین. یعنی از فعالیت صرف حوزه‌ای و مذهبی شروع میشه به فعالیت‌های سیاسی، بعد یارگیری میکنن برای سپاه قدس.
ببینین برای سپاه قدس مثلا قبل از اینکه این مراکز تشکیل بشه فرض بفرمایید وقتی که ما به ترور مثلا نخست شاپور بختیار نگاه میکنیم میبینیم مثلا دست انیس نقاش تو کاره، مثلا یه آدمی که ایرانی نیست، مزدور در واقع سپاه پاسداران، الان هم وضعش خیلی خوبه تو ایران اطلاعات سپاه. بعد میایم میبینیم مثلا ترور میکنوس دست یه سری از شهروندان کشورهای دیگه تو کار لبنان، الجزایر و اینا. ترور نافرجام و هادی خورسندی میبینیم چند تا الجزایری مثلا دستشون تو کار، یعنی همون شمال آفریقا. اینا رو من میخوام ببینم که آیا اینا هیچ ارتباطی داره با این مراکز حوزوی جمهوری اسلامی در خارج از کشور یا نه اینا فقط بخش نظامی هن؟ نه خیر، اصلا چجوری اینا رو از کجا پیدا میکنن؟ ببینید طبیعیه وقتی که شما یه گروه مثل حزب الله دارید تو خود لبنان میتونه یارگیری کنه، ولی حزب الله فقط کار نظامی که نمیکنه که. حالا چقدر عجیبه مردم ما به هم دارن خرج اونجا میکنن، مجانی غذای مجانی و داروی مجانی اینا میدن تا یارگیری کنن، ولی یه ایدئولوژی رو تبلیغ میکنن تا بتونن آدم ایدئولوژیک رو استخدام بکنن. با اون گفتمان ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی داره، جنگ با استکبار، نابودی اسرائیل، ولی فقیه هم از طرف خدا اومده که در این جنگ بزرگ و تاریخی رهبری بکنه امت اسلامی رو. این در این دستگاه باید تبلیغ بکنن تا یارگیری کنن. خب کی تبلیغ میکنه؟ تمام این شبکه سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع جهانی اهل بیت، جامعه المصطفی، اینان که ایدئولوژیک اینها رو تربیت میکنن، پرورش میدن تا یارگیری بشن. اصلا بدون اینا نمیتونن این آدما رو پیدا کنن. پول هم البته خرج میکنن، خیلی هم پول خرج، یعنی همون چیزی که حالا ما الان عکسایی رو نشون دادیم که مثلا در بورکینافاسو اینا پول میگیرن که در فقر مطلقی که اصلا با پول میان برای تظاهرات، در این شکی نیست. ولی غیر از این حتی قبلا نشون دادیم مثلا درباره جامعه المصطفی که نشون دادیم که نمیدونم هست دم دست دوباره بتونیم نشون بدیم که امکاناتی که در اختیار خانواده طلاب خارجی میذاره جمهوری اسلامی، یعنی یک امکانات رفاهی عجیب غریبی، از امکانات ورزشی، از امکانات علمی، از امکانات خدماتی، وضعیت زندگی، از همسر طالب که میره اونجا تا بچه‌های کوچیکش و اینا. باری آقای بله همین ببینید جامعه المصطفى العالمیه به منظور یاری طلاب و فراهم آوردن زمینه تخصصی بهتر آنان متناسب با محل تحصیل و شرایط هر یک، تحصیلات و خدمات مانند گرفتن ویزا و اقامت تحصیلی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی شهریه، کمک هزینه مسکن و وام قرض الحسنه پس نده، تأمین خوابگاه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، مشاوره‌های آموزشی و تربیتی، آموزش‌های کاربردی و مهارتی به همسران و فرزندان و امکانات ورزشی، فراهم کردن تحصیل ویژه برای خانواده‌های طلاب و برگزاری اردوهای تفریحی زیارتی در نظر میگیرد. این کارا رو میکنه که فقط آقای نمیدونم حسین قلی میرزا از مثلا چه میدونم بورکینافاسو پاشه بیاد ایران، بره تو مثلا زیر دست شاگرد و استاد مصباح یزدی تربیت بشه و بعد برگرده بره مملکتش بشه دیپالمایی که آقای حسن دایی اشاره کردن. ببینین آقای دایی این مراکز مهم این است، اشاره کردین به پولی که از سفره ملت، این پول از کجا میارن این مراکز؟ هر مرکزی در خارج از ایران اصولا ببینین به بودجه و به هزینه اینا اشاره بکنین، حالا رسیدیم بعد خوردش میکنین توی کشورهای مختلف. خواهش میکنم. من کلش رو بگم. ببینید ما بودجه رو بخوام بررسی کنیم، خرجی که میکنه جمهوری اسلامی، یکی اون رقمیه که در بودجه به اینا اختصاص داده شده که این واقعی نیست. خیلی نهادهای دیگه میدن، آدم نمیدونه، هیچ وقت ما نمیدونیم چقدر کجا این رقم بودجه نوشته به حزب الله بین 200 تا 300 میلیون مینیمم در سال میدن، اینجا نیست. یه رقمی تو خود بودجه است که حالا اشاره میکنم چقدر تو رقم بودجه است. یک دوم همین مخارجی که فرمودید اینقدر زیاده که تو آفریقا مثلا هلال احمر جمهوری اسلامی کلی بیمارستان و کلینیک دایر کرده بتونه آدم جذب کنه. جهاد اسلامی کلی کار آبادانی میکنه. اینا هست. هلال احمر، جهاد اسلامی و کمیته امداد فعالیت‌های وسیعی داره در آفریقا، کلینیک هایی میکنن، کمک به ایتام، یتیم خونه، همه اینا هست. این دوتا. سوم شما مثلا میخواید در قنا دانشگاه اسلامی داشته باشید. ببخشید این فیلمایی که داریم میبینیم مال همون کمیته امداد دیگه. بله بفرمایید درباره قنا داشتین میگفتیم.
غنا درست. مثلا غنا برای اینکه بتونن دانشگاه اسلامی در اونجا زدن، 1000 خورده دانشجو داره، کل قرارداد اقتصادی با غنا بستن، دارن یک طرفه پول میدن، خرج میکنن. اینا هم جزء مخارجه. ما حالا به اینا کاری نداریم. ببینیم چقدر تو بودجه به اینا میدن. تو بودجه حدوداً، من میخوام فقط ارقام بزرگ رو بگم که هموطنان زیاد تو اعداد و ارقام گیج نشن، اینه که ما در سال گذشته 7000 میلیارد، این گفته خود علی جنتیه که مرداد ما فکر کنم گفت، در سال گذشته حدوداً 7000 میلیارد تومان خرج کارهای فرهنگی شده. از این میزان 1000 میلیاردش رو دادن به خود وزارت ارشاد، 6000 تاش دادن به نهادهای ستاد اقامه نماز جمعه، دفتر تبلیغات اسلامی. 1000 میلیاردش خرج رسمی ها، میگم این یه چیزی بوده 30% کل مخارج ایناست. میدن به چی؟ میدن به همین جامعه المصطفی و سازمان فرهنگ. پس 1000 میلیارد در سال میدن. برای که ببینیم 1000 میلیارد چقدر، اینه که در سال گذشته الان هموطنانی که در خوزستان هوا برای تنفس و آب برای آشامیدن ندارن، در عراق میبینیم چه وضعیه، در کل ایران میبینیم وضع محیط زیست چیه، چه تلفاتی داره میگیره از مردم و چه واقعا به طور تاریخ در آینده نسل ها باید چه تاوانی پس بدن. کل پولی که اینها در سال گذشته دادن برای محیط زیست، پولی که دادن نزدیک 300 خورده میلیارده. ببینید 300 خورده میلیارد برای کل محیط زیست کشور، 1000 میلیارد برای جامعه المصطفی و سازمان فرهنگ و غیره. این تفاوت قضیه. تازه پولی که میگن دادیم، ناله و شکوه میکنه محیط زیست، میگه به ما ندادید. 6000 تا کارمند داره، بیشترش میره برای حقوق کارمندا. بنابراین دارم خدمتتون میگم این رقمی که اینا میدن رقمه. اما من فکر کنم که ما هموطنان عزیز ما یه چیز رو توجه ندارن. ما وقتی صحبت میکنیم میگه آقا مثلا حزب الله سالی 200 تا 300 میلیون داره مینیمم میگیره، چقدر مثلا خود فاطمیون، الان فاطمیون عراقی یه چیزی بالای 150 میلیون در سال مینیمم هزینه حقوق ایناست و خرج ایناست. این رو فقط از زاویه پولی نگاه میکنن. ولی دو تا هزینه دیگه هم ما باید بدیم. ببینید بالاخره این فعالیتایی که اینا میکنن نسلا در دست بعد مردم ایران تو داخل ایران و منطقه حساب و تاوان پس بدن. ضرباتی که به مردم ایران میزنه جبران ناپذیر این کارایی که میکنن. دوم، جمهوری اسلامی که میره در بورکینافاسو، نمیدونم در سنگال حوزه علمیه میزنه پول جیب مردم ایران، یا میره در آمریکای لاتین برای سرخپوستا مسجد میزنه، یا گروه تروریستی را میندازه، برای رضای خدا فی سبیل الله که نمیکنه این کارا رو. که این کارا رو میکنه که سر کار بمونه، عمر حکومتش اضافه بشه. یعنی تمام این سیاست خارجی جمهوری اسلامی از قاسم سلیمانی و تا حوزه علمیه در این مسیره که حکومت عمرش اضافه بشه. خب هر یه روزی که این حکومت عمرش اضافه بشه، ببینید چه صدماتی مالی و جانی و انسانی و فرهنگی و محیط زیستی به ملت ایران وارد میشه. بنابراین از این زاویه هم ما نگاه کنیم، ما وقتی میگیم نقض لبنان، این رو هم باید ببینیم، باید مخالفت کنیم با سیاست خارجی جمهوری اسلامی. برگردیم به بذاریم من یه مروری بکنم این آماری که گفتین 300 میلیارد تومان برای محیط زیست برای یک سال، 1000 میلیارد تومان برای جامعه المصطفی. درسته؟ نه، برای المصطفی و سازمان فرهنگ و اینها رو هم این که به اعتقاد من 1/3 بودجه‌ای که بهشون دادن، ولی رسمی میگن 1000 میلیارد برای فعالیت خارجی کشوری این نهادهای فرهنگی دادن. بعد اون وقت 300 میلیارد تومان دادن برای محیط زیست، یعنی قراره بدن به محیط زیست برای هم ماجرای ریزگردهای خوزستان، هم ماجرای دریاچه ارومیه، هم ماجرای نمیدونم کویر، هم ماجرای سد. دریاچه ارومیه سواد، دریاچه ارومیه گفته بودن 1000 میلیارد میدیم. فکر میکنم یک شاهی تا کنون ندیدن، چون تمام نهادهای مسئول احیای دریاچه رضاییه میگن به ما یک قران هم ندیدن. قرار بوده 1000 تا از اون وعده های که اینا میدن 1000 میلیارد سوا بدن. بعد 7000 میلیارد تومان 7000 میلیارد تومان کل بودجه فرهنگی بوده. گفتین جدا از محیط زیست داریم صحبت می‌کنیم. 7000 میلیارد تومان بودجه فرهنگی بوده، 1 میلیاردشو یعنی 1/7 میدن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بقیه‌اش میره برای اینا مال بودجه دولته. بله، بودجه سال 90 بودجه دولته، یعنی اینا جدا از درآمدی که خود این بنیادا دارن، جدا از پولی که از
سهام امامان میگیرن، جدا از بودجه یکی از دفتر خامنه‌ای میگیرن. همه اینا جدا از این داستانه که تازه یک هفتم همه اینا جداست. مثلا ستاد بازسازی عتبات این که شما اشاره فرمودید، ستاد بازسازی این رقم رسمیه. اینا ارقامی که برآورده که داخل عراق، زمینایی که خریدن، خرج ذریعه‌هایی که کردن، اینا کردن یه چیزی نزدیک 3 میلیارد دلاره. هیچ جای رقم بودجه نیست. به دیگه مثال دیگه بزنم، اینا مناطقی دور و بر دمشق رو الان چند ساله دارن تمام ساختمونا رو میخرن، دارن از عراق و جای دیگه و حتی شمال سوریه دارن شیعیان رو میارن این منطقه که سپاه بتونه از عراق تا خود لبنان یک نوار شیعه رو حفظ بکنه. مخارجی که در این مناطق کردن برای بازسازی مناطق جنگی سوریه، حومه دمشق و آوردن مردم، خرید زمین، نمیدونم چی، پیشاهنگی درست کرد، پیشاهنگی کشاف المهدی، کل اینا خرج کردن در اونجا. هیچ جای رقم بودجه نیست. ما داریم این چیزی که میگیم 6000 میلیارد این بودجه های مثلا این گروه های مختلف فرهنگی تبلیغ اسلامی، این رقم ظاهری قضیه است. پشتش که هیچ جا تو رقم نیست که اینا چقدر خرج سوریه کنن. بله. ببینین توی کشورهای مثلا مثل آمریکا، اینو من همیشه برام سوال بوده، این مراکزی که نظام مقدس ادارش میکنه، این مراکز حالا از نمیدونم بنیاد علوی گرفته تا نمیدونم مساجد و اینها، هر نظامی، هر بنیادی، اینا ساز و کارشون چجوریه و پول از کجا میارن؟ خلاصه این مطلب. خب ببینید یه بخشش خود بنیاد علوی بوده، میلیون ها دلار. من از یه طریقی قانونی خواستم آمار رسمی که بابا چون میدونی وقتی اینو ضبط کردن بنیاد علوی که دادگاه اخیرا به نفع بنیاد علوی رأی داد، یعنی از ضبط فعلا موقتا در اومده. این بنیاد علوی در طی 36 سال گذشته ده ها و شاید صدها میلیون دلار خرج همین مدارس و مساجد کرده. اما یه چیز دیگه هم مثلا یه نمونه رو من خودم دنبال میکردم، یه سری از کارهای مذهبی، یه آقایی بود حالا اسم نمیبرم، ایشون در اینجا تاجر معروفیه، کل خرج این کارا میکرد. در ایران رفته اونجا یه بیزینس زده، پمپ بنزین و هتل و فلان زده، شریکش هم سپاهه. خب این آقا که در ایران داره اینجوری پول در میاره، یه سهمی از سفره مردم ایران رو بهش دادن، بهش میگن آقا تش بردی خارج، 1 میلیون دلار در سال هم باید خرج مثلا مرکز اسلامی هوستون بکنی. ببینید اینجوری اینا میگن. کیو میگین شما؟ آقای الهی رو میگین شما؟ نه، آقای الهی که اگه این پولا داشت، آقای الهی مرکز اون رو که میگین مرکز حکمت اسلامی دیربورن امام اونجاست مثلا. اون آقای که خب اینا از کجا میان؟ حالا نمونه الهی رو من گفتم برای اینکه تو این دو سه دقیقه شما رو تحریک کنم توضیح بدین که اینا از کجا میان نمونه آقای الهی، چون از اول انقلاب در کنار خمینی بود. بفرمایید. بله، مثلا این آقای الهی که اشاره می‌فرمایید که خب خیلی برای منم جالبه، ایشون رئیس اداره سیاسی ایدئولوژیک نیروی دریایی بوده، اصلا حکومتیه، پاشنه اومده سال 95 رفته در میشیگان مرکز اسلامی زده، از جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه. پارسال به عنوان عضو به اصطلاح شورای مرکزی مجمع جهانی اهل بیت که زیر نظر خامنه‌ایه رفت تهران و مشهد سخنرانی کرد تو مجمع عمومیشون. این آقا عضو یه نهاد جمهوری اسلامیه، در اینجا در آمریکا مسجد و دفتر و دستک راه انداخته، کلی تو تلویزیونا میبرنش، مقامات رسمی باش دیدار میکنن، کلی فعالیت میکنن. پولی که اینا دارن به اعتقاد من 30-40% رو از خود به اصطلاح جامعه مسلمانان میگیرن. اولا نفوذ اینا در میان جامعه مسلمانان بسیار کمه، بیشترم در شیعیانه. اون میشیگان به خاطر اینکه مهاجرین لبنانی و خاورمیانه شیعه زیادن، جمهوری اسلامی اونجا فعاله، بسیار فعاله، ولی 30-40% رو پولش خود اینها میدن. به اعتقاد من بخش عمدهش رو همین آدم‌های واسطی که در خارج آمریکا یا در داخل ایران این منفعت اقتصادی دارن، اینها میان اینجا این پولا رو خرج میکنن. خیلی هم قانونیه. اون آقای الهی الان چه کار است فرمودین؟ ایشون امام جماعت و رئیس مرکز حکمت اسلامی در شهر دیربورن ایالت میشیگانه و بسیار فعاله، بسیار شناخته شده است. تلویزیون‌های مختلف آمریکا میارنش و به عنوان امام الهی معروف شده، شناخته شده.
خیلی نفوذ داره. البته تنها ایشون مرکز اسلامی جمهوری اسلامی، من فکر کنم حدوداً اون برآورده من اینه که نزدیک 30 تا مرکز اسلامی در سراسر آمریکا، در کالیفرنیا، آتلانتا، در هوستون، دور و بر واشنگتن که شما تشریح دارید و به ویژه در میشیگان هستن که فعالیت میکنن، که یکیش همین مرکز حکمت اسلامی آقای محمد علی الهیه. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی، نویسنده و کارشناس روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. وقتتون بخیر آقای دایی. ببینید چه بودجه‌ای صرف می شود جامعه المصطفى العالمیه سالانه از سفره مردم از بودجه دولت 256 میلیارد تومان برمی‌داره. مؤسسه آموزشی امام خمینی در قم چرا باید 28 میلیارد تومان در سال بگیره؟ مؤسسه آموزشی امام خمینی 28 میلیارد تومان در سال. بنیاد حکمت اسلامی صدرا چی کار میکنه که سالی 4 میلیارد و 300 میلیون تومان پول میخواد؟ چی کار میکنه؟ کی میدونه اینا چی کار میکنن؟ و هم از بودجه دولت برمیدارن که دولت بگه من پول ندارم، و هم گفتم که از بیت امام میگیرن و از سهم امام، از به هر حال اون چند درصد آخوندی که بهشون در قم میدن. ببینید یه مؤسسه به اسم نشر آثار امام خمینی، نشر آثار امام خمینی سالی بیش از 16 میلیارد تومان به این مؤسسه میدن. یکی نوشته بود آخه مگه آثار امام خمینی چقدره که نشر آثارش سالی 16 میلیارد تومان باید پول بهش بدن؟ بگید این دزدی آخوندی روح برای مردم و خود این مملکت اون وقت چه اتفاقی میفته وقتی که این پولا اینجوری خرج میشه، وقتی هیچ رتبه اول ایران در فرار مغزها، ضرر 150 میلیارد دلاری ایران از فرار مغزها. مغز میخوایم چی کار؟ واقعا بریم پرده آخر. شما اگر دخترت مشکل داره، پسرت مشکل داره، دومادت مشکل داره، شغلت مشکل داره، مریضی داری، زنت مریضه، دیسکت زده بیرون، مالت، کسبت، کارت، شغلت، چشمت، گوشت، معدت، رودت، قندت، اورت، پورت و اینا رو بذار کنار، بگو اللهم عجل ولیک الفرج فان فیه فرجکم. شب و روزگار خوش. برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com. این صدای آمریکاست.